تاریخ جدایی سمرقند و بخارا از ایران. سمرقند و بخارا. کمتر ایرانی است که با شنیدن شعر معروف حافظ، یعنی اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را، به این فکر نکرده باشد سمرقند و بخارا چطور و در زمان چه حکومتی از ایران جدا شدند. امروز اومدیم تا به این سوال شما پاسخ بدیم. بذارید ابتدا به معنای اسم این دو شهر بپردازیم. سمرقند عربی شده سمرکند است که از دو واژه سمر که در زبان سغدی به معنی سنگ است و کند هم به معنی دژ یا شهر است تشکیل شده است. زبان سغدی از زبانهای ایرانی شرقی است که هم خانواده زبانهای بلخی و خوارزمی و پشتو است و الفبای آن به صورت از بالا به پایین نوشته می شود و در کتیبه‌های مختلفی از جمله کتیبه گوکتورک دیده می شود، زیرا زبانهای ترکی الفبای مخصوص به خود را ندارند. حتی در حال حاضر هم از الفبای روسی یا فینگلیش استفاده می کنند. واژه کند در بسیاری از شهرهای ایران به ویژه در ناحیه خراسان وجود دارد و بعد از اسلام به صورت قند یا جند هم تلفظ شده است، مثل سمرقند، بیرجند، خوجند، خوقند و سایر شهرها. پس سمرقند به معنای دژ سنگی است. در مورد نام بخارا نظریات مختلفی وجود دارد. بعضی از زبانشناسان ریشه نام بخارا را از واژه سانسکریت ویهارا به معنی پرستشگاه بودا می‌دانند. جوینی، ادیب و تاریخ‌نگار دوره مغول، ریشه بخارا را از واژه بخار می‌داند، زیرا بت‌پرستان اویغور و ختای به بتخانه بخار می‌گفتند و بخارا را محل تجمع بزرگان ادیان می‌داند. مقدسی، جغرافیدان مسلمان، ریشه بخارا را از کلمه کوهخاران می‌داند که به صورت مختصر به صورت بخارا در آمده است. در رویدادنامه مسیحی سغدی اسم بخارا به صورت خاتو آمده که در سغدی به معنی بزرگ یا خدا است. به هر حال دیگه از معنی اسم بگذریم. سمرقند و بخارا در جنوب آسیای مرکزی قرار دارند. شواهد باستانشناسی قدمت شهر سمرقند را بین قرن 6 و 7 قبل از میلاد و بخارا را در همین حدود نشان می‌دهند. در زمان هخامنشیان سمرقند و بخارا در ساتراپ سغد قرار داشتند و نام آنها به صورت مستقیم در کتیبه بیستون داریوش نیامده است، در حالی که اسم شهرهایی مثل هرات به صورت هریوا و شهر زرنج به صورت زرنگا آمده است. پس از سقوط هخامنشیان قلمرو آنها بین سلوکیان، پارتا و دولت یونانی بلخ تقسیم شد و ساتراپ سغد و به دنبال آن شهرهای آن زیر سلطه این حکومت قرار گرفت. مورخ رومی ژوستینوس دولت یونانی بلخ را یکی از ثروتمندترین حکومت‌های جهان قرار می‌داد، زیرا اکثر نواحی زیر کنترل این حکومت را مردم شهرنشین تشکیل می‌دادند و به شکوفایی اقتصادی و هنری هرچه بیشتر این حکومت کمک می‌کردند. از این گزاره متوجه میشیم ایرانیان و به ویژه مردمان این ناحیه پیشگامان شهرنشینی در زمانه خود بودند
به صورتی که بلخ پایتخت دولت یونانی بلخ به شهر 1000 دروازه طلایی مشهور شده بود. با قدرت گرفتن اشکانیان که از اقوام آریایی تبار و سکا زبان در ناحیه دائه و رهبر قبیله پارنی ها بودند، این دو شهر در زیر بیرق اشکانیان قرار گرفتند. فتح این دو شهر در زمان شاهنشاه مهرداد بزرگ انجام شد. این دو شهر در زیر سلطه اشکانیان قرار گرفتند تا اینکه قومی به نام تخار که در منابع چینی یوئچی نامیده می شدند، در اثر فشار قبایل هون و دولت چین به نواحی آسیای مرکزی و افغانستان سرازیر شدند. دولت اشکانی در آن زمان به علت جنگ در نواحی غربی با ارمنی‌ها و رقابت با رومیان در آسیای صغیر قادر نبود کل تمرکز و نیروهایش را به مرزهای شرقی بگذارد. در نتیجه تخار در سغد و اطراف بلخ ساکن شدند و منطقه از آن به بعد تا کنون تخارستان نام گرفته و تخارها دولت کوشانیان را تشکیل دادند که از سغد و خوارزم تا شمال هند وسعت داشت و تا پایان اشکانیان و سر کار آمدن ساسانیان بر این مناطق حکمرانی می کردند. نکته جالبی درباره تخارها وجود دارد و این است که با اینکه شرقی ترین اقوام هندو اروپایی هستند، ولی زبان آنها یعنی زبان تخاری جزء زبانهای ایرانی غربی دسته‌بندی می شوند. با روی کار آمدن ساسانیان، سرزمین‌های کوشانیان بین ساسانیان و حکمران پنجاب تقسیم شد. سپس در زمان اردشیر بابکان ایران به چند ایالت تقسیم شد که یکی از این ایالات خراسان نامیده شد. خراسان خود نیز به 4 قسمت کوچکتر تقسیم شد، شامل گرگان، مرو، بلخ و تخارستان و فرارود. در زمان ساسانیان به حکمرانان هر ولایت لقب و عنوان خاصی داده بودند. برای مثال به شاه بلخ کوشان شاه، به شاه زرافشان منطقه قرارگیری سمرقند و بخارا افشین، به شاه مرو کنارنگ و به شاه گرگان چول می گفتند. سمرقند و بخارا در قلمرو ساسانیان قرار داشتند. تا زمان حمله قومی به نام کیداریان هنوز منشأ و اصالت این قوم در میان باستان شناسان مورد تردید است، ولی به باور برخی از آنها کیداریان جزء آخرین دسته از اقوام ایرانی سکا بودند که در اثر فشار اقوام هون و ترک به سرزمین‌های آن موقع ایران وارد شدند و کنترل بخش اعظم خراسان شامل مرو، فرارود، بلخ و تخارستان و منطقه خوارزم را به دست گرفتند. کیداریان تا زمان پیروز دوم ساسانی کنترل این مناطق را در دست داشتند تا اینکه ساسانیان به شاهنشاهی پیروز دوم و حمایت روم به کیداریان حمله و آنها را تا حدود قندهار در سرزمین فعلی عقب راندند. ولی در همین زمان اقوام دیگری به نام هونهای سفید که ساسانیان آنها را هپتالیان یا هفتالیان و در منابع اسلامی آنها را هیاتله مینامند به این مناطق حمله کردند و پیروز ساسانی را شکست دادند. از هپتالیان بسیار اطلاعات کمی به جا مانده، برای همین نمیتوان با قطعیت در مورد آنها صحبت کرد و بیشتر از منابع سایر حکومت‌ها مثل ساسانیان و رومیان استفاده می شود. در مورد منشأ هپتالیان 3 نظریه اصلی وجود دارد. نظریه اول را آنها را از اقوام ترک می دانند. طرفداران این نظریه بر این باورند چون هونهای سیاه در اروپا که مشهورترین آنها آتیلا است و بیشتر از اقوام ترک بودند، گروه دوم که بیشترین طرفدار رو دارد هونهای سفید را اتحادی از قبیله های ترک و ایرانی می دانند.
منظور از ایرانی سکاها و آلانها است. نظریه سوم هون‌های سفید رو به ویژه هون‌های تخارستان را ایرانی می‌داند و هر ترتیب هپتالیان تا زمان حکومت انوشیروان بر این مناطق حکم فرمایی می‌کردند تا اینکه نیروهای مشترک گوکتورک و ساسانیان در زمان خسرو انوشیروان هپتالیان را تا حد نابودی تار و مار کردند و قلمرو ایشان را میان خود تقسیم کردند. در برخی منابع مرز بین دو حکومت رود سیحون، در برخی دیگر رود جیحون و برخی دیگر رود مرغاب است که با توجه به شواهد باستانشناسی که به دست آمده‌اند رود جیحون محتمل ترین گزینه است. سقوط ساسانیان فرایند کوتاه مدتی نبود و در طول 5 خلیفه اول مسلمانان چیزی حدود 60 سال طول کشید، به طوری که فتح خراسان در زمان عثمان خلیفه سوم شروع شد و در زمان خلافت معاویه به پایان رسید. بیشتر کشتار ایرانیان توسط اعراب در مناطق غربی ایران به ویژه منطقه زاگرس رخ داد. به همین دلیل زمانی که اعراب به خراسان رسیدند، به علت خستگی از جنگ‌های طولانی و سیاست مماشات ایرانیان و عوامل دیگر ترکیب جمعیت خراسان تغییر چندانی نکرد. مردم بخارا را 3 بار مجبور به گرویدن به اسلام کردند، ولی مردم هر بار به کیش زرتشتی برمیگشت. سرانجام قتیب ابن مسلم حاکم عرب بخارا مجبور شد با دادن 2 دینار به هر فرد و تبدیل آتشکده ها به مسجد مردم را در اسلام نگه دارد. پس از 2 قرن جنگ و نزاع بین ایرانیان و اعراب که 2 قرن سکوت نامیده می شود، اولین حکومت نیمه مستقل ایران یعنی طاهریان شکل گرفت و سمرقند و بخارا تحت کنترل طاهریان قرار گرفتند. طاهریان به علت اینکه خود از دهقانان یعنی طبقه اشراف شهری بودند، به پیشرفت شهری و کشاورزی کمک زیادی کردند، اما حکومت طاهریان دوام زیادی نداشت. سرانجام حکومت طاهریان توسط سردار معروف سیستانی و کسی که نام ایران را دوباره زنده کرد یعنی رادمان پسر ماهک ملقب به یعقوب لیث صفار برچیده شد. یعقوب پس از فتح خراسان و فارس برای نبرد با عباسیان راهی خوزستان شد، ولی در نزدیکی دسفول و در بیمارستان جندی شاپور بر اثر بیماری قولنج دار فانی را وداع گفت. پس از یعقوب برادرش امرو به حکومت رسید. امرو برای کنترل دوباره خراسان اقدام کرد، ولی از مردی شکست خورد که نام ایران و فرهنگ و زبان فارسی با آن گره خورده است.